بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدان، امروز روزی عید سعید فطر است که بعد از 30 روز روزداری ماه مبارک رمضان من و شما عید و خورسندی میکنیم. عید به همه شما مبارک باشد و الله سبحانه و تعالی عبادت های ما و شما مسلمان ها را قبول کرده و به دفتر اعمالمان نوشته باشد و سبب نجات ما و شما در اون دنیا و آخرت گرداند. در تاجیکستان، در اون منطقه هایی که بنده به وایه رسیده ام و او تاجیکانی که هم ملتی من هستند و هم قومی من هستند و این چنین ملت های دیگر که در گرد و اطراف تاجیکستان وجود دارد، ازبکستان، قرقیزستان، عادتا آسیای مرکزی، همه همچنین عادت دارند که در روز عید حتما بعد از نماز عید زیارت قبر می کنند و یادآوری از یک غایب و از یک وفات کرده می کنند و به گریه و ناله و این عید را به عزا، به گریه و ناله و غم مبدل می کنند. از اول همین چیز از خردسالی هم مرا به تعجب می آورد که چرا امروز عید بوده است اما باز این عید تبدیل به عزا می شود. به کدام خانه نروید در اون خانه یادآوری از مرده کرده اند به خاطر پدرشون یا مادر یا یک کسی دیگری که وفات کرده است، یا اوچه بابا یک جا جمع شده اند و دارند گریه می کنند و هر کسی که داخل می شود در حالت غمگینی است، حالان که عید مخالف غمگینی است. عید خورسندی است، فرح است. اصل عید باید خورسندی باشد. در حقیقت این تعجب آور بود و امروز هم به بسیاری انسان ها تعجب آور است که چرا عید است اما تبدیل به عزا می شود. از همین جهت است که بسیاری از جوان ها در این عید خورسندی را نمی بینند و خورسندی را احساس نمی کنند و این عید را قلباً احساس نمی کنند. بالخصوص کودک ها یا دیگر پسر و دختر بچه هایی که به سن تمیز 10 ساله و 15 ساله هستند، وقتی که کلان سالان به گریه مشغول هستند، همه در یاد پدر یا گذشته گریه و ناله میکنند. این خردسالان همه در یک جمع، در یک جای دیگری، همه آرام در حالت غمگینی. اهل خانوادهش که غمگین است، خردسالان هم غمگین است و عید را احساس نمیکنند. و از همین جهت میبینید که این نسل آینده، نسل هایی که می آیند، این کودک هایی که پدر و مادرشون در روزهای عید عزاداری میکنند، این کودک ها وقتی که بزرگسال میشوند عید را تغییر میدهند به این معنا که عید کفار را عید خود می حسابند و در عید کفار در حقیقت عید را یا بگویم خورسندی را از خودشون آشکار میکنند، خورسند میشوند. در عید اولی سال، رأس سنه میگند، اولی سال عید میلادی، گریه و ناله که از هیچ کس دیده نمی شود، اینها خورسندی میکنند و این عید را گویا که یک عید حقیقی و یک عید خودی و یک عید عمومی میپندارند. از سبب بد بودن تربیت چگونه باید باشد؟ باید خورسندی و خوشحالی کرده شود در روز عید که فرزند شما خوشحالی و خورسندی شما را ببیند و این روز را عید بکند. بالاخره خودی بنده هم من تعجب میکردم و همه من و شما در خردسالی شاید تعجب کرده بودیم که چرا عید است لیکن یگان عیدی دیده نمی شود. اما در عیدهای کفار بله عید دیده می شود، خورسندی گویا که اونها ظاهر میکنند. انمی این است یکی از
فهم خطا و فهم غلطی اصطلاح‌های شرعی و انمین است یک ثقافت و فرهنگی غلط که بر بالای این منطقه مسلمان نشینی که در تاجیکستان، ازبکستان و آسیا مرکزی است چی به وجود آمده است. این یک انحراف از منهج قرآن و سنت است. بارک الله فیکم. زیرا منهج قرآن و سنت و حیات صحابگانی که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، به ما میفهماند و تعلیم میدهد که ما در این عید باید خرسند باشیم. ما دو عید داریم دوستان عزیزم اهل توحید. عید ما عید سعید فطر است که این عید اولی ما هست که بعد از روزداری ماه مبارک رمضان به ما می آید. روزه داشتیم، عبادت کردیم، مشقت کشیدیم، هم از جهت گرسنگی و تشنگی و این چنین عبادت های زیاد را بنده های مسلمان به جا آوردیم. این نمازهای تهجد و ذکر و تسبیح و ختم قرآن و دعا و مشغولیت فقط در عبادت الله دنیا را فراموش کردن و عمق کردن در عبادت الله سبحانه و تعالی. بینید روزهای پرفیض و پربرکت، روزهایی که احتمال زیاد وجود دارد که همه ما برد کردیم. همه کسانی که روزه می‌دارند برد کردند، غلبه کردند، مشقت کشیدند، نفسهای خود را از بسیار چیزها داشتند. خوردن نوشیدن برای اونها مباح بود، اما یک ماه خوردن نوشیدن برای اونها بعد از فجر تا طلوع بگویم فجر تا غروب آفتاب حرام شد. نفسهای خود را حبس کردند، داشتند، نگه داشتند و از بسیار چیزها خود را نگه داشتند، حرکت و اجتهاد کردند، یعنی کوشش کردند و نفسهای خود را داشتند و بعد از مشقت الله عید را به آنها داد، یک توفیق عید داد و گفت شما 30 روز یا 29 روز عبادت کردید، مشقت کشیدید، نفسهای خود را نگه داشتید از نوشیدن و خوردن به خاطر الله سبحانه و تعالی، تلاوت و عبادت. اکنون برای شما خوشحالی و خرسندی است، زیرا که شما در این یک ماه چقدر بردباری ها کردید. به خاطر مشقتی که این یک ماه داشتید الله شما را مغفرت کرد، شما را عتقا از نار کرد، نجات از آتش جهنم داد و به شما فضل و بردباری های زیادی را نصیب کرد. به سبب این همه مشقت اکنون شما لذت ببرید، خرسند باشید، عید بکنید. چله که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن در حدیث اومده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد ایمانا، ای با یقین، با ایمان، با تصدیق، با باوری کامل، اقرار و تصدیق داشته باشد که از جانب الله است، عبادت الله است، اطاعت الله است، و احتسابا و اجرش را از الله سبحانه و تعالی امید کند و امید اجر بکند، احتساب اجر بکند، تمام گناهش بخشیده می شود. روزه دارد و قیام اللیل بکند. من صام رمضان ایمانا و احتسابا. و در حدیث دیگری من قام رمضان آمده است. یعنی مشقت کشیدید با ایمان یقین، احتمال بزرگ است که شما بخشیده شدید، شما برد کردید، شما از آتش جهنم نجات یافتید. برای همین برای شما خرسندی است. این عید اول است. عید دومی ما بعد از 2 ماه و 10 روزی ماه مبارک رمضان می آید. این در ماه ذوالحجه، بعد از ماه رمضان ماه شوال است، بعد ذوالقعده و ذوالحجه. ذوالحجه میگن. ذوالحجه اول عید، یکم عیدمون اگر بعد از عبادت بزرگی روزداری و قیام اللیل باشد، عید دوممون بعد از یکی از عبادت های بزرگی دیگر و رکنی اسلام دیگر که این حج است. 8 روز ذوالحجه حج شروع می شود و بزرگترین روزهای سال همین است. اگر بزرگترین شبها، بهترین شبهای یک سال این شبهای دهه آخر بگویم ماه رمضان باشد، بزرگترین روزها این دهه ذوالحجه است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه بزرگترین روزها روزهای ذوالحجه و بزرگترین شبها شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان است.
و بزرگترین شب قدر است و بزرگترین روز از این روزهای دهگانه این چنین روز عرفه است. کسانی که به حج نرفتند در روز عرفه روزه می‌دارند و بعد از این عید میکنند، قربانی میکنند. و کسانی که در حج هستند خود شما میدانید که چقدر عبادت‌های زیادی را میکنند. به مینا رفتن، به عرفه رفتن، به مزدلفه رفتن، سنگ در جمرات به شیطان سنگ زدن، قربانی کردن در روز عید. بعد چی میکنند؟ قربانی میکنند، خوشحالی میکنند، سرهای خود را میتراشند. یعنی از یک عبادت بزرگ وقتی که بیرون میشوند باز آنها چی میکنند؟ خرسندی میکنند. شما خوب دقت بدید فلسفه این مسئله رو، یعنی این مسئله رو شما خوب دقت بدید که این به مانند همین دنیا است. این عیدها به ما میفهماند که ای بندگان من، گویا الله گفته است که ای بندگان من، این دنیا به مانند یک ماه مبارک رمضان است. این دنیا به مانند 10 روز ذوالحجه است. چخیلی که در ماه مبارک رمضان صبر میکنید، از بسیار مشقت ها باشد هم خودتون رو میدارید و بعد از این عید میشود این دنیا هم صبر بکنید، عبادت الله را بجا بیاورید و بعد از این در روز قیامت برای شما عید است. و این چنین 10 روز ذوالحجه عبادت است. روزهای حج روزهای سنگین و وزنین، روزهای مشقت دار است. حاجی ها میدانند که البته عبادت مشقت میخواهد و بعد از این عبادت و خرسندی است. بعد از این عبادت خرسندی است، عید است. این چنین این به مانند این دنیا است که در این دنیا بنده مؤمن و موحد بسیار خود را نگه می‌دارد، از بسیار چیزها خودش را می‌دارد و بسیار چیزهایی که در این دنیا هست می‌بینید که حرام است، شبهناک است، خود را نگه می‌دارد و از مال‌های حرام خود را نگه می‌دارد و خود را خیلی که در ماه رمضان از خوردن و نوشیدن نگه داشته بود از چیزهای حرام، از ظلم، از فسق، از گناه‌های کبیره خود را نگه می‌دارد، از حرام دست میکشد و عبادت الله را بجا میآورد. به خاطر الله خود را نگه میدارد و از کفار و مشرکین دور شدن، کفر به طاغوت را بجا آوردن، موحد بودن مشقت دارد. صبر میکند. چگونه که در ماه رمضان صبر کرد، چگونه که در 10 روز ذوالحجه صبر کرد، بعد از این برایش عید است. بعد از این دنیا برای موحد عید است، روز قیامت. این را میگن عید اکبر. خرسندی بزرگترین برای مؤمن کی است؟ چخیلی که یک از سلف میگند بارک الله فیکم که خرسندی بزرگترین برای موحد این مرگ است، حفره است میگند، یعنی قبر است. زیرا که آدم موحد به مجرد مرگش در قبر به تمام خرسندی ها نائل می شود. پس برادرم از همین جا فهمیده می شود که بعد از ماه مبارک رمضان عید را به عزا مبدل کردن این یک خطا فهمیدن قرآن و سنت، خطا فهمیدن منهج سلف صالح است. بعد از بگویم حج، بعد از اینکه روزی عید قربان می آید، این عید را اول شروع کردن از گریه و زاری و بغمگینی کشیدن، این مخالف قرآن و سنت است. من شما باید خرسند باشیم. پس ببینید در روز عید فطر کدام کس بسیارتر خرسند است، بسیارتر قلبش بینیت خرسند نشود؟ همان کسی که ماه مبارک رمضان را خوب داشته باشد. خیلی که شریعت فرموده است روزه ها را داشت، از فسق و فسوق دست کشید و همیشه در کار حلال بود و ختم قرآن کرد و قیام اللیل کرد، یعنی شب را به قیام گذرانید، ختم قرآن کرد، دعاهای زیاد کرد. چقدر که ماه مبارک رمضان را خوب گذرانید، در روز عید همان قدر خرسند است، بود کرده است. و چقدر که ماه مبارک رمضان را به اعتنایی کرد و خنوگ نظری کرد و کمبودی کرد، همان قدر خرسندیش کم است. همچنین این دنیا، در این دنیا چقدر که عبادت کردی، چقدر که یکتاپرست شدی، چقدر که توحید را تحقیق کردی و کفر به طاغوت و برات از کفار مشرکین کردی، در روز قیامت همان قدر خرسند میشوی. و در این دنیا چقدر که به اهمیتی کردی، در روز قیامت همان قدر خرسندیت کم میشود. کسی که دین ندارد در روز قیامت اصلا خرسند نیست. و این چنین بعد از حج، هر کسی که حج را کامل کرد، به وزمینیاش نظر نکرده حج را کامل کرد، به گرمی آفتاب نظر کرده حرکت کرد، البته که بعد از حج خرسند می شود که الحمدلله خوب عبادت را انجام دادن، گریه نمی کند، خرسند می شود. انا این است مقصد از عیدی که
بعد از ماه مبارک رمضان، بعد از عبادت عید آمد و بعد از حج، بعد از عبادت بزرگ عید آمد. این دو عید ما بعد از دو رکن اسلام میاد. رکن روزه، رکن چهارم اسلام روزه داشتن بعد از این عید است و رکن پنجم حج و بعد از این عید است. این رکن ها مشقت دارد، عبادت بزرگ است، حرکت میخواهد، بعد از این خرسندی است. الله سبحانه و تعالی به من و شما گفته ایستاده است که این دنیا هم به مانند انمین روزهای برشمار است. حرامهای الله کرده را حرام بگویید و دور باشید، امرهای الله کرده را اطاعت کنید و به جا بیاورید. خیلی که بعد از رمضان خرسند میشوید، بعد از این دنیا هم خرسند خواهید شد. اما در روز عید به سر قبر یکم رفتن، از سر زیارت قبر شروع کردن، این هدی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هدی سلف صالح، این منهج سلف صالح از صحابگان و تابعین نبود. صحابگان در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا روز عید پیش از نماز عید یا بعد از نماز عید آیا همه رفته به سر قبر زیارت قبر میکردن؟ نه، این چنین نبود. مسئله آزاد است، اما روز معین را به روز زیارت قبر گرفتن و بالخصوص روز عید را و گریه و ناله کردن و بعد از این با مخالفت های دیگری که قرائت میکنن، این خودش بدعت است. و گریه و ناله کردن که این خودش حرام است. گریه های بلند کردن نیاحب بالمیت، این از جاهلیت است. هر چقدر که گریه و نالتون بلند، صدای بلند بکنید، داد و فغان کنید، همون قدر همون مرده ای که از خانواده شما وفات کرده است در قبرش عذاب داده میشد. المیت یعذب فی قبره ولم نوحی علیه. پس برادرانم و خواهران موحدم، این روز رو عید حقیقی بکنید. فرزندان خود را در این روز تربیه به خرسندی بکنید. این روز را به فرزندهای خود خرسندی را نشان بدید، به اونها هدیه بخرید. این روز را چنان روزی بزرگ شمارید که نشود که فرزندهای شما عید کفار را، عیدهای خودی مردم ساخته را، عیدهای کفری را از این عید بزرگ شمارند. نه، این عید را شما به آنها بزرگ بنمایانید، بزرگ نشان بدید. ضیافت بکنید، بنشینید، به فرزندهایتان هدیه بدهید، لباسهای نو بخرید، مبلغهایشان بدید و به تماشابینانی این طرف و آن طرف ببرید و بفهمونید که انمین است عید ما که ما دو عید داریم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.